داب بلگ چیست و به چه دردی میخوره؟ سلام دوستان، من مهرداد هستم از شرکت اراسان رایز. اول اینکه لایک و شیر و سیو و کامنت یادت نره. تو این پست میخوام بهت بگم داب بلگ چیه و چطوری میشه تهیه‌اش کرد. توی خرید ملک یکی از مدارک اجباری همین برگه. خود کلمه داب مخفف دویز آلم بلگسی که به فارسی خودمون برگه تبدیل ارزیه. این برگه رو باید از بانک بگیرید. یادتون نره توی خرید ملک جنس پولتون یا دلار یا یورو باید تو حسابتون باشه. حالا اینم اضافه کنم افرادی که تازه میخوان حساب باز کنن توی ترکیه حساب دلاری برای ایرانی‌ها به خاطر تحریم باز نمی‌کنن. حالا میپردازیم به محتوای این برگه. ببین دوستان، شما برای گرفتن ملک جهت اقصا اقامت باید $75,000 به بالا در شهرهای بزرگ و $50,000 به بالا در شهرهای کوچیک رو توسط بانک چنج کنید. چون این برگه رو اداره تاپو یا همون اداره سند ازتون میخواد. و حتما این برگه باید طبق ماده 13 تنظیم بشه. و اگه هدف شما از خرید ملک گرفتن شهروندی یا همون پاسپورت ترکیه است، باید مبلغ $400,000 به بالا توسط بانک چنج بشه. این برگه هم باید طبق ترک vatandaşlık yönetimi 20. ماده یا همون ماده 20 تنظیم بشه. اینو کنترل کنین که اطلاعات آداب، پارسل، پافتا و بامsız bölüm که توی سند نوشته شده با این برگه همخونی داشته باشه. البته اینم بگم اگر تمایل خرید ملک توسط شرکت ما رو داشته باشین دیگه نگران این مسائل نخواهید شد، چون من و وکیل مجرب شرکت در تمامی مراحل همراه شما خواهیم بود. ممنون که تا اینجا همراهمون بودی. پیروز و موفق باشی. بدرود.